من رابعه زند هستم، نوازنده و آهنگساز، نوازنده ساز قانون که تخصصم هست و بازنواز چنگ‌های باستانی. من یک دوستی دارم به نام آقای سیف‌الله شکری. ایشون در بازسازی و احیای سازهای باستانی هم از چنگ‌های باستان کمک شایانی به تمدن ما کردن و همچنین البته در ساخت قانون ایرانی، ساز قانون ایرانی به من خیلی کمک کردن و در واقع ما موفق شدیم بعد از 4 سال یک خط تولیدی از سازهای قانون ایرانی که همش از کشورهای اطراف وارد ایران میشد راه بیندازیم و بنده با پژوهش و ایشون هم با پژوهش و تحقیق سازهایی رو ساختیم که خدا رو شکر الان صدادهی بسیار خوبی داره. این سازی که الان میبینید دست منه اسمش هست بربط جام ارجان یا همون چنگ ارجان که از منطقه باستانی ارجان در واقع گرفته شده که قدمتش میرسه به 1400 سال قبل از میلاد مسیح. بسیار صدای جادویی داره و شما رو دعوت میکنم که این صدا رو با هم بشنویمش. قطعه ارجان رو تقدیمتون میکنم.